سلام دوستای عزیز وطندارای قند، خدا کنه جور و صحتمند سرحال باشه. پالوان فراد امیری هستم، یکی از شوقیای افغانستان. دوستای نازنین، دیگه یک توتی کاسکو با معرفی براتون میگیریم که 5-6 کلمه گپ هم یاد داره. دیگه بسیار یک توتی مقبول. دیگه قیمتش هم دوستای نازنین خوب است، ارزان است، 40,000 افغانی میآید. کسایی که مثلا در خارج کشور میبینند برنامه ما را تعقیب میکنه دوستای نازنین، دیگه از ما خو میفهمه که مثل حمید بچه آجی وار لاف پتاق نمیزنم، دیگه اون خو میبینه که کل کار معمولی است. دیگه دوستای نازنین اینمی توتی هم به فروش است انشالله. ایمی چیزایی را که من نشانتان میتم، این چیزا کلش پیش خودم میباشه. هر زمان هر لحظه که زنگ بزنه توتی کارتان باشه، گرگ کارتان باشه، مثال سگای جنگی کارتان باشه. دیگه ما در خدمتتان هستم. کسایی که در خارج کشور میبینه خدا کنه جور و صحتمند سرحال باشه. من میفهم دوستای نازنین خیلی دق میارید به وطنتان و دیگه تان به خاطر چی که دور از وطن بسیار مشکل است. کسایی که مادرش اینجا باشه و خودش اونجا 100% میگه باش چه وعده اید میشه که اگه یک چکر برم او را ممو آدمایی که مثال پدر و مادر بسیار دوست میداشته باشه. دوستای نازنین اینمی توتی را می نبیده رقن هر دوست نازنین ما در خارج باشه یا در داخل باشه یا در ولایت ها باشه، فقط زنگ دیدم و زیر اسکرین خودم دیگه لمبرم نمشته می باشه. در هر برنامه فقط زنگ دی انشالله در خدمتش در ولایت ها باشه، در هر جای باشه برای شیر روی میکنم. مقصد لایک، سابسکرایب، شیر، تلفن ما که میکنی اونمو برای ما بسیار دوستای نازنین. دیگه دوستای نازنین بسیار یک توتی بسیار رام، بسیار یک توتی مقبول، یک توتی بسیار دیدنی دوستای نازنین، بسیار یک چیز کانتیک. دوستا باش که دمی دستم یک چیزا که گرفتیم که دیش کم کم مستی میکنه که باش میرم ما برش بتم. دیگه انشالله دوستای نازنین یادتان نره که تمام چیز که انشالله کارتان باشه، هر رقم توتی باشه یا هر رقم چیز باشه، پشکای بسیار سفید نازنین مثلا آکسی، انشالله ما در خدمت شما هستم دوستای نازنین. یکی برنامه مردم میگیره، مثلا دوستای نازنین برنامه میگیرن بسیاری یوتیوب چینل ها که هست، مثال برای خود او را مندازه دوستای نازنین ساجق هم میجه و چی رقم یک پرقص میکنه. دیگه به او خاطر دوستای نازنین از من از خودم از مال را که من مندازم انشالله هر دقیقه مثال دوستای نازنین که زنگ بزنه اگر سودا نشده باشه همون مال ما براتون انشالله دوستا حاضر میکنم، براتون سودایش میکنم. دیگه ای یک چیزه که بسیار انتیک دوستای نازنین، بسیار رام، بسیار یک توتی دیدنی از دوستای نازنین که ای به خاطر میبینه دوستا بسیار یک چیزه که انتیک از دوستا. دیگه هر برنامه من انشالله از این بعد چینلم روزی یک دانه یک چیز را 100% مندازم، از پرنده مندازم به خاطر که من کدی یک بیادرخوانده من در پرنده فروشیام نو آمدیم کدیش کار میکنم، شریکم است. دوستای نازنین ما در خدمتتان هر رقم چیز که باشه دیگه ما از ایران مال میتلیم، مال میارم انشالله. دیگه پشکای بسیار نازنین توتی هر رقم دیگه توتی سفید داریم براتان وارم در برنامه نشان دادم ایرم همه چیز دوستای نازنین. دیگه کسایی که در خارج کشور میبینه خدا کنه جور صحتمند باشه. کسایی در داخل کشور دیگه زنده باد پالوان فراد، زنده باد افغانستان.